خوشبختیم که آقای مهندس حضرت پذیرفتن تجربیات با ارزشی که در حداقل من فکر می‌کنم نزدیک به 4 دهه است که درش کوشش داشتن و در 4 دهه اخیر خیلی از کاراشون خوشبختانه به انجام رسیده و جزو خیلی چیزای استثنایی تو این مملکت در حالی که این تجربیات رو اینو داشتیم اینجا و از حضورشون استفاده میکنیم. حدود 1 ساعت ایشون تجربه 3 تا از فضاها رو مطرح خواهند کرد که انجام دادن و حداقل در چیزی که من میدونم و بیشتر و این از به اصطلاح این بخش از معماری منظر یعنی معماری محیطی و لندسکیپینگ اون چیزی که شاید باز توی این چند دهه اهمیتش بیشتر تو مملکت ما دیده شده که بخشی از حق به شهر و حقوق عمومی شهروندیه و باز از این چیزایی که تو مملکت ما خیلی مقبول و محافظه و کمتر دیده شده. در حالی این بحث از اون طرف شروع خواهد شد و همکاران ارزشمندمون سرکار خانم فریال جواهریان، آقای مهدی زاده و آقای مهندس حامدی که مورد رسول همه هستن و این جلسات پانل رو برگزار خواهند کرد و راجع به پروژه نظرشون خواهند داد. ما همیشه بخش پرسش پاسخ این جلسات برامون خیلی اهمیت داره و امیدواریم در این دوره مدیریت جدیدی که خانه هنرمندان داره بتونیم این ادامه این جلسات رو پرشورتر و با امکانات بیشتری برگزار کنیم. این جلسات با پشتیبانی جامعه مهندسان معمار ایران، انجمن صنفی مهندسان معمار شهرساز و بخش معماری و شهرسازی جامعه مشاوران ایران و نشریات حرفه‌ای و بقیه دستاندرکاران حرفه همیشه مورد حمایت بوده و از حمایت هم متشکریم. خواهش میکنیم که همه شما تو جلسات بعدی که ماهی 2 بار سعی میکنیم برگزارش کنیم و در دوشنبه هاست و روی همین موضوعات ازتون دعوت میکنیم که موضوع به ما ارائه کنید تو این زمینه و با ما شریک بشید تو این جلسات و خودتون و همکارانتون رو به این جلسات دعوت کنید. خیلی ممنون. آقای مهندس حضرت بفرمایید. من اسمم رمزی نظرت هست دکتر بیزنسی هستم از 1944 وارد مشترکی هنرمندی بهشت تهران شدم صدا کنده باش چون اینجا چراغ نداریم من می‌برم نیست 1351 فارغ التحصیل شدم از اونجا و از سال 1344 تا 48 با آقای منصور حسین علامت در پروژه دیپلمشون و اسکاز در دفتر کوچیکی در خانه‌شون داشتن در طبقه میدان شهید و در کنار ساختمان‌های در دانشگاه آژامر سابق کار کردن. سال 48 ناظر وزارت تولیدات کشاورزی بودم و سال 49 تا 51 قائم مقام آقای مهندس فرودی بودم در یک پروژه کشوری. سال 52 تا 57 مهندس مشاور به اسم آب تأسیس کردیم با 2 نفر دوستان به اسم مهندس مهندس‌ها و مهندس کاری که خانه‌های مسکونی، آپارتمان، موزه نگارستان، موزه کاخ مرمر، باغ جمشیدی تهران، بانک ملی، شورای خشایار و تعداد پروژه دیگر رو در این سال 6 سال انجام دادیم. سال 57 تا 60 خب کاملا متفاوت بود کار ما. در طرح اسکان زلزله‌زدگان در خراسان و کرمان کار کردم و بعد
در اسکان جمزدگان در خوزستان و چند مدرسه و دبیرستان هم طراحی کردیم و اجرا کردیم. سال 58 شرکت بافتشهر رو تأسیس کردم به اتفاق چند نفر از دوستان تا الان سال 90 هست. در آن مشغول به کار بودم. من 22 سال ایران و مدیر طراحیش بودم و اکنون مدیر مطالعات و طراحی بافتشهر هستم. مجموع کار من در 6 رشته اصلی رو در این مدت مجموعه مسکونی که از جمله شهر جلیلی سد در کنار رودخانه جبهه در خوزستان و رفیق فوشینی، ساختمان عمومی متعددی رو طراحی کردم و بعد رشته دیگه که کار کردن باغ‌ها و معماری منظر شهری که میتونن باغ فردوسی تهران، بزرگراه مدرس تهران، باغ شیخ نبی‌آباد تهران از اینجوری هست. یک بخش دیگه کار من مجتمع فراغتی هست که پارک آزادگان تهران، کلاباد مشهد، کوهستانی مشهد و مجتمع کلیه‌فیل اصفهان رو کار کردم. بخش دیگه کار من که شاید امروز بیشتر این هم خواهم پرداخت طراحی شهر محیطی است که میتونم کار در رودخانه فرساد تهران و لرزشگی کرمان، باغ‌های کم و از این دست نام ببرم. و ضمناً تعداد طراحی ویژه و ترکیبی که مانند ساماندهی باغ‌ها و مزارع تهران، ده و نکر، تعدادی آمدسازی و برخی احیا و عروسی در شهرهای ایران از جمله در شهر اصفهان. موضوع جلسه امروز اینطور که در اون برنامه مطرح شده بود معرفی 3 از کارها هستش که این کارها ترکیبی از چند رشته مختلف از جمله معماری منظر، طراحی شهری، محیط زیست، طراحی محیطی و رشته‌های دیگه. طراحی که مطرح کردم نام بردن در 3 مقیاس کلان یعنی راهبردی، میانی یعنی طراحی و اجرایی که اجرای این پروژه است مطرح کنم. این طرح از یک طرف از نظر من طراحی شهری محیطی است که حالا به اون خواهم پرداخت، ولی در این حال مجتمع‌های گذران آمد فراغت هستند. اگر اجازه بدید که شروع کنیم اصل موضوع جلسه امروز رو امیدوار باشم که بتونم نظرات خودم رو به روشنی در اختیار شما هست. تصویر بالا فوق کشور ماست و تعداد شهرهای مهم کشور که همونطور که می‌بینیم همه در پیرامون کویر مرکزی شکل گرفته و به عبارتی شهرهایی هستند که از ارتفاعات استفاده می‌کنند، از قاب ارتفاعات و کنار روددره هستند و در ارتفاع مناسبی مستقر شده بودند که بتونن هم از قاب استفاده کنند و هم از هوای مناسب و ایمن باشند از سیل. در پایین ما شهرهای اصفهان و بستان و رحمت و بیلاد می‌کنیم که اینها همه ارتفاعات پشت سر و بعد این فاصله باغ‌ها و مزارع و بافت شهری مدل مشاهده می‌کنیم. اصفهان یکی از نمونه‌های بارز اون هست که امروز در مورد رابطه اصفهان و ارتفاعات پیرامونشون هم عرض خواهم داشت. متاسفانه ما در کشور ما شاید مثل بسیار از کشورهای عقب افتاده تمام عناصر طبیعی پیرامون شهرها رو و یا در ارتباط با شهر رو به تخریب کشوندیم و در این مورد مثبت سمت راست بندرعباس نشون میده که در سالهای گذشته ساحل رو با یک دیواره‌سازی‌هایی از شهر جدا کردن و جز تخریب و ویرانی متعدد در طی سالها حاصلی از اون نداشت. برخورد دیگه ما روددره‌های شهری هستند که گلاب دره رو می‌بینیم که یکی از زیباترین دره‌های شهری تهران بوده و با یک کانال بتونی و فاضلابی که در اون می‌ریزه تبدیل به فاضلاب مجموعه مسکونی مجاور شده و خواهد شد. روددره فرساد در تهران رو می‌بینیم در قسمت بالادست که آب رودخانه بسیار زیبا و زلال و با فضای سبز پیرامون شد، ولی همین
وقتی از درون یه بافت عبور میکنه به سرنوشت اسپرد سنت راست دچار میشه و در حقیقت میمیره. ما با عناصر دیگه طبیعی در شهر خودمون رفتار بهتر از این نداشتیم. سمت راست یکی از قدیمی‌ترین و زیباترین چشمه‌های تاریخ ایران هست در شهر خرم‌آباد که با ساخت سازی بعد از انقلاب در ارتفاع مشرق شده تبدیل به فاضلاب این خونه‌ها شد. اسپرد سمت چپ از تهران رو نشون میده که چگونه ما اراضی پایکوبی رو با صاف کردن ارتفاعات و ریختنش روی دره‌ها به ایجاد شیرینی‌های پایدار و خطرات بسیار برای آینده داریم از بین می‌بریم. این تخریب و این در حقیقت عدم شناخت و عدم احترام به طبیعت در بسیاری از شهرها خیلی جنبه پیشرفته‌تری به خودش گرفته. به عنوان مثال شیراز با یک دروازه معروف بود و دروازه شیراز یکی از نقاط معروف ورودی شیراز بود. اکنون اسپرد سمت راست نشون میده که با چه حجم عظیمی در فراز اون رو تبدیل به زائره‌ای در کنار راه کرده. و بعد طراحی که در مجاور این ورودی شده ممکنه که از امکان زد عمل کردی درست در تضاد با ورودی یک شهر باشه. ما در طرح‌های جامع و تفصیلی در گذشته اشتباهات بزرگی رو مرتکب شدیم. اسپرد سمت راست نشون میده که در حقیقت رودخانه خشکی رو در شهر مشهد که در کنار اون مجموعه‌های بسیار بزرگی اداری در مقیاس استان رو مستقر کرد. این اشتباه واقعا قابل قبوله، برای اینکه الان باید با هزینه بسیار زیادی این رابطه منفک رو با شهر برقرار کنیم. سازمان‌های اداری که مستقر هستن از مجموعه‌های مسکونی پیرامونشون دسترسی دارن و ارتباطشون از روی این روددره در حقیقت از تعداد پل بسیار نامناسب صورت میگیره. اسپرد سمت چپ اصفهان رو نشون میده و نمیدونم تا چه وقت اونجا دیده میشه. اصفهان خب از آینده رو ارتفاعات صفر در جنوبش بستر این دامنه اون بسیاری از باغ‌ها و از جمله باغ‌های هزارچهره قرار داشته و اینا با هم ارتباط معنیداری داشتن و در طی سده‌ها این ارتفاعات در حقیقت حافظ اصفهان هم بوده، چون که بر فراز اون یک مجموعه‌های نظامی وجود داشته که اصفهان رو در حقیقت می‌پاییده و منطقه اطرافش. و بعد در طرحی که اونجا اجرا شده حالا کمربندی جنوبی اصفهان رو حد فاصله بین اصفهان و این کوه‌ها قرار داده و بدین ترتیب این کوه‌های بسیار با ارزش برآورده اشاره خواهیم داشت از اصفهان جدا شده و حائل این بزرگراه کمربندی حائل این طبیعت و شهر شده و من اون رو خیلی اشتباه بزرگی ارزش می‌کنم. ممکن است در جامع تفصیلی و برخی اشتباهات که نسبت به طبیعت درون و پیرامون شهرها برخی طرح‌های طراحی شهری بزرگ هم داشتیم که با چنین اشتباهاتی مواجه بودیم. به عنوان مثال اسپرد سمت راست طرحی تهیه شده برای طرح‌های عباس‌آباد بود در قرن 13 و شما در این حالی که می‌بینید اونجا تمام تپه ماهوره و به عبارتی ادامه ارتفاع البرزه در قسمت وسط اون ملاحظه می‌کنیم که یه مجموعه گسترده اداره تجاری پیشنهاد شده که همه در این بستر ساکنی با تغییرات بسیار عمده در طبیعت اونجا امروز شکل می‌گیره. بعد از انقلاب خوب این رو تغییر دادن و تغییرات متعددی، ولی بدتر از اون هم شد. یه سری ادارات دولتی در اینجا مستقر کردن و شما می‌بینید که ارتفاعات 10-12 متر ارتفاعات و خط الدرها و خاکبرداری عظیم برای اینکه یک ساختمان بی‌معنی و بی‌مصرفی که میشه در نقاط دیگه شهر مستقر کرد
در اینجا مستقر کنیم. خب این هم یکی از برخوردهای ناروا با طبیعت پیرامون و در این شهر. از پروژه‌های بزرگ دیگه که در ایران اجرا شد و میشه گفت طراحی شهری در مورد وسیعی بود، همین بزرگراه نوابه که شما الان اون رو اگر مقایسه کنید دچار نابسایی بسیار اجتماعی و ارتباط با پیرامونش و بافت پیرامونی که کاملا در اونجا این رو مقایسه میکنیم وجود داره. حالا من در استفاده برای خدمتتون خواهم گفت که در قبل از اجرای پروژه ما ایده‌ای رو مطرح کردیم که شاید اگر اون تحقق پیدا میکرد امروز این خط مرکزی تهران داره یک راستی امروز من اینه که در کشور ما در بخش‌هایی از شهرها که با طبیعت و یا عناصر طبیعی مجاور است، به علت حساسیت و شکنندگی این طبیعت طراحی شهری به تنهایی نمی‌تواند پاسخگو باشد و میبایست این گونه طرحها با حضور همزمان و همتراز دانش‌های طراحی شهری و طراحی محیطی و تخصص‌های وابسته به آنان انجام رسد. ما این گونه طرحها را طراحی شهری محیطی و اربان انوایرمنتال دیزاین می‌نامیم. در سال 1369 بدنسازی بزرگراه چمران رو به ما محول کردن و خب می‌دونید که چمران باغراه هست و در پارکوی گفتیم، اسم اولش پارکوی بود و واقعیت اینه که در پیرامون اون بهترین باغ‌ها و فضای سبز بسیار زیبایی قرار داشت، اگرچه با کمال تأسف علت برخی پروژه‌های غیر ضروری الان تمام اینا رو از بین بردن و فضای سبز حاشیه‌ایش رو نابود کردن. ایده که در اینجا مطرح شد چون بدنه بزرگراه چمران در بعد خانه دره کربین از کنار رو عبور میکنه و به طرف جنوب میاد. ما ایده رو مطرح کردیم مثل پنجه سبز تهران و در اون گفتیم که ما لازمه این دره‌های تهران رو که به طرف جنوب میان حتی المطلوب به هم بپیوندیم. مثلا اینجا از طریق خیابان ولیعصر خب ارتباط شمالی، از طریق مجاور پمپ بنزین قسمت شمالی بزرگراه چمران به طرف ارتفاعات تلکابین و غیره میده و همینطور از بدن مدیریت و غیره اینا رو به هم بپیوندیم و بیاد طرح ما تا اینجا بود، یعنی تا میدان توحید و غیر از این خود این فضاها که الان اینجا وجود داره و بستر رودخانه 600 هکتار اراضی وجود داره که الان حد فاصله بین خیابان ولیعصر و بزرگراه چمران هست و قسمت جنوبیش بالاتر از خیابان میرداماد است. تمام این یا بیمارستان قلب یا باشگاه یا پارک و یا غیره و میتونه این به عنوان یک مجموعه عظیم فضای سبز از کنار این بزرگراه به طرف جنوب تهران حرکت کنه و ما پیشنهاد دادیم که اگر بشه بدنه نواب رو هم ولو با هر ارزی سبز کرد و این برسه به قلعه مرغی. بدین ترتیب پیشنهاد ما این بود که در راههای البرز از طریق این خطوط به جنوبی‌ترین نقطه تهران به قلعه مرغی که اون موقع پیش بینی می‌کردیم که اینجا این ارتش خواهد رفت بپیونده و در این قسمت بالا ما طرح رو دادیم ولی این طرح در اون موقع عملی نشد، علیرغم که تصویب شد در طرح تفصیلی هم منعکس شد. حالا اداره‌های مختلف تغییرات شهرداران و غیره اینا، ولی این قسمت جنوبیش که قبلا نشون دادن خدمتتون که مربوط به نواب بود به هیچ وجه تحقق پیدا نکرد و اونجا الان یک مسیر خشک غیر قابل قبول به طرف جنوب بود. دومین ایده‌ای که ما در مورد تهران و ارزش‌های طبیعی مطرح کردیم طرحی بود تحت عنوان دره‌های کلکچار
1371 که در اون برای جلوگیری از توسعه شهر و تخریب طبیعت پیشنهاد کرده که از شهر تا طبیعت بکر به 4 پهنه تقسیم بشه و هر کدوم از این پهنه‌ها یه ویژگی داشته باشه و به ترتیب که به طرف بالامیر ساخت و ساسات مینیموم برسه و در انتها طبیعت بکر رو داشته باشه. و بعد چون دره‌ها همه در خطر اضمحلال بود، پیشنهاد کردیم که در مرکز هر دره‌ای در ورودی هر دره‌ای یک پارک عمومی یا یک باغ عمومی احداث بشه که این موجب میشه که گسترش به طرف دره جلوگیری بشه. یکی از مشکلاتی در اون زمان وجود داشت و فکر کنم همین زمان وجود داشته باشه، خط موهومی بود به اسم خط 1800 که میگفتن این خط از اینجا بالاتر نباید ساخته بشه. مفهوم اشتباه این بود که 1800 به عنوان یک خط تراس میرفت داخل دره‌ها و تمام دره‌ها رو نابود میکرد. بدین ترتیب ما پیشنهاد دادیم که اینجا این به اصطلاح در مدخل دره‌ها این پارکسازی انجام بشه و بعد اینا مبدأ مردم به طرف طبیعت بشه و بعد در روی ارتفاعات هم اون پهنه‌بندی‌هایی که گفتیم انجام بشه و حد فاصله اینا تا خیابان اصلی شهر که باز مشخص کردیم در اون کودک‌ها یک باغ‌های عمومی باشه ولی با کیفیت متفاوت از این. نتیجه این به اجرای این همون طرح باغ فردوسی شد که شما الان می‌بینید به عنوان یک نمونه است. سال 1372 ما در مشهد کار کردیم و در اونجا طرحی رو برای شهرداری مشهد تهیه کردیم که در این طرح پیشنهاد عمده‌اش این بود. می‌دونم کسی مشهد اینجا هست یا کسی مشهد آشنا هست. این خیابان وکیل‌آباد مشهد هست، حدود 12 کیلومتر که از خیابان‌هایی که کاملاً از ده‌ها سال پیش جنبه گردشگری داشت و اینجا یک کاسه طبیعی هست اسم کاسه پرتویی چند صد هکتار و بعد از اینجا کسانی که میخوان برن به شاندیز و ترقوه میرن و یه باغ وکیل‌آباد، یه باغ وقتی خیلی زیبایی هم اینجا قرار داریم. ما در اون سال به شهرداری مشهد پیشنهاد کردیم که این رو به عنوان جاده گردشگری و جاده سبز مطرح کنیم، این کاسه رو سبز کنیم. اینجا که وارد میشیم چند صد هکتار اراضی وجود داره، پارک ملت، دانشگاه مشهد و باغ ملک‌آباد که 200 هکتاره. این مجموعه رو به هم ببندیم و بعد میایم به کوسنگی که این اراضی هست، این باغ وکیل‌آباد، اینا همه به هم پیوسته بشه و بیا بره تا فرودگاه که وقتی کسی از تهران وارد بشه کاملا از درون یک تونل سبز که بسیار ممکنه که 5 6 تا 8 درجه از شهر مشهد خنک‌تر باشه حرکت کنه به داخل شهر میشه. برخی از این ایده ها عملی شد، مثل این ارتفاعات جنوب مشهد که میخواستن تقسیم کنن برای خونه‌سازی مستمندان و غیره تقسیم میکنن و این تغییر کرد. کوهسنگی به عنوان یک پروژه مورد قبولشون قرار گرفت و به اجرا درآمد. الان ما داریم باغ وکیل‌آباد رو احیا میکنیم ولی خب متاسفانه این جاده دیگه از اون کیفیت قبلیش خارج شد. ایده دیگه که در همینجا در تداوم ایده‌های ما در تهران مطرح بود، امتداد این کال چهلبازه، کال یعنی یه بوداری که در حقیقت خانه خشک میشه گفت که اینجا باغ وکیل‌آباد، اینجا بند گلستانه که یه سطح خیلی قدیمی و زیبا هست و بعد دره ترقوه که از بینالود سرچشمه می‌گیره. ما پیشنهادمون این بود که این رو همکاری کنن شهرداری ترقوه، شهرداری مشهد و این رو تا داخل بافت مشهد ادامه بدن. خوشبختانه الان یکی از همکارانمون از مشاور آبان انجام این رو به عهده گرفتن که من واقعا تبریک میگم بهشون اگر که این کارشون به سرانجام برسه و ما هم از این طرف به طرف کوهپایه داریم می‌ریم. امیدواریم که این خدمت ما برای شهر مشهد عملی بشه. در همون سال در این منطقه وکیل‌آباد که کار کردیم پیشنهاد دادیم که این طرح هست اون کاسه پرتویی رو به عنوان مبدأ حرکت به طرف ارتفاعات زیبای مشهد، ترقوه، شاندیز و جبل و ماهیان و غیره پیشنهاد دادیم و
همکنون هم داریم رو اون تلاش میکنیم، در حالی که سرمایه‌داران شهر مشهد و بقیه شهرها که میخوان که مشهد سرمایه‌گذاری کنن تلاش میکنن این کاسه رو پر از ساختمان کنن و ما هم از این پایین داریم تیر میندازیم و تیرهای سبز میندازیم که اینا رو لااقل از این کاسه بیرون کنیم تا لبه کاسه مسدود کنیم. یکی از همکاران منصورشه‌های فرماهات که مسئولیت اینجا رو دارن کمک کردن به ما و مشترکاً به اصطلاح یک صورت جلسه تنظیم کردیم که داخل این کاسه باید صرف بشه برای مردم سه شهر. و این خود اتفاق مهمیه که بعد از تقریباً 17 سال دوباره ما موفق شدیم اون رو به سرانجام برسونیم. در سال 1374 ما موفق شدیم اولین بخش از اون ایده دره‌های البرز رو به عنوان باغ فردوسی به سرانجام برسونیم و به اجرا کردیم. البته این طرح بزرگتر از این بود ولی با رفتن آقای کرباسچی و در بخشش به اجرا در نیامد، اگرچه اخیراً با شهرداری منطقه یک پیگیری می‌کنه شاید اقدامات انجام. در سال 1383 ایده ما در دره وکیل‌آباد به اجرا درآمد و همینطور که می‌بینید اسلاید سمت راست این آب دره در مسیر خودش با تنوع لازم حرکت میکنه و مجموعه آبها و قنات‌هایی که اونجا هست به هم پیوستیم ما و یه مسیر آبشارگونی رو در درون این باغ و در درون این دره به وجود آوردیم. من امیدوارم که این یه الگویی بشه اقلاً برای این دره‌های تهران مثل اون دره فرزاد که بهتون شنیدم لاستیک و گربه مورد خوشبو میتونه تبدیل به یه چنین چیزی بشه اگر با خردمندی و مسئولیت بهش برخورد بشه. در پروژه‌هایی که ما کار میکنیم که گفتم طراح شهری به تنهایی قادر نیست تصمیم بگیریم خودرو با طراح ملی و دانشگاه وابسته باشیم. برخی پروژه‌های ما داشتیم که اساسش کاملا کنفیکون شده با حضور یک زمینشناس یا یک خاکشناس. ما پروژه‌ای در قزوین داشتیم، در باراژین قزوین در مجاور دانشگاه آزاد اونجا چند صد هکتار اراضی رو ما داده بودن، می‌خواستن اینجا پارک فناوری درست کنن و هیئت دولت هم تصمیم کرده بود. ولی وقتی ما زمین رو مطالعه کردیم دیدیم به علل مختلف هیچ ساختمانی نباید میشه و وقتی با کارفرمای خودمون مطرح کردیم واقعا براش غیرمنتظره و غیر قابل باور بود. ولی این کروکی کنار نشون میده که چگونه به اصطلاح ما به این نتایج رسیدیم. اصلی ترین عنصر تصمیم گیری نه من معمار نه اون شهرساز نه اون زمینشناس اون منطقه بود که با به اصطلاح تأکیدی که روی مسائل زمینشناسی کرد پروژه رو اونجا جایی برای ساختمان‌سازی وجود نداره. حالا هم مسائل محیط‌زیست بود هم زمینشناسی. به این ترتیب من خواستم خدمتتون عرض کنم که ما تاکنون در روددله‌های شهری، اراضی پایه‌پولی، کوه‌های مشرق شهر، سواحل شهری، معماری منظر شهری، طراحی محورهای شهری و طرح‌های ویژه‌ای با این دیدگاه حدود 40 پروژه رو در کشور کار کردیم و برخیش یکی از پروژه‌هایی که خواسته بودن که من صحبت کنم بهش در مورد باغ فردوسی تهران و باغ جمشیدیه بود که من احتمالا دوستان مستحضر هستم این رو دوستان یک کتابی 2 سال گذشته نوشته کردم و بالاخره هر چی حرف گفتنی در این باره بود در کتابی نوشته الان یک پروژه‌ای در مورد اون رو نوشته نبود. یکی دیگه از پروژه‌ها در حقیقت پروژه کوهستانی مشهد بود که من اون رو تحت عنوان باغ، پارک و طراحی پردیس شهری جمع‌بندی کردم و امیدوارم که تا 1-2 ماه دیگه اون هم به چاپ برسه و در سیر برداشت خودم رو از باغ‌های گذشته و پارک‌های اروپایی و چی نیاز داره ما و مردم ما چی میخوان و بالاخره این پارک‌های بزرگ شهری که من اسم پردیس رو نمیذارم از نظر این چگونه میشه طراحی کرد اونجا مطرح کردم. امیدوارم مورد استفاده دوستان قرار بگیره. بنابراین در مورد مستقیم هم امروز من صحبتی نخواهم کرد، اما به نظرم بحث اصلی من امروز در مورد اصفهان و کوه سرخ خواهد بود چون که این رو تقریبا جایی خیلی مطرح نکردم. همونطور که قبلا خدمتتون گفتم اصفهان و زاینده رود از طریق باغ‌های هزارجری و
که باز بوده و آزاد بوده به کوه سرفه مختلف بوده و بر فراز کوه سرفه هم یک استحکاماتی قرار داشته که حافظ اصفهان بوده و داستانهای خیلی جالبی در مورد این دژ وجود داره که جناب مهدی سلمان که مطالعات اون رو محجار بستانم. اما همونطور که گفتم خدمتتون دو تا اتفاق بعد اینجا افتاد. یکی در زمان رژیم گذشته پادگان شهر رو آوردن اینجا و یکی اخیراً بعد از انقلاب جاده کمربندی رو از اینجا قطع کرد و بدین ترتیب این رابطه شاید هزاران ساله رو بین این دشت و این کوه قطع کرد. کوه سرفه یکی از کوههای بسیار زیبای مجاور شهرهای ایران هستش. همینطور که می‌بینیم ارتفاعات مختلف، چین‌خوردگی‌های عجیب‌غریب، سایه‌های متفاوت و بسیار زیبایی در طی روز، یعنی چهره این کوه دائما در حال تغییره. بعد عمری که خود کوه داره، یعنی یک سلسله جلو هست، یک سلسله بلندتر پشتش به یک کوهدار اینا و در طی روز بسیار زیبا هست. اگر اسمان تشکیل کنیم به این نگاه کنیم و این از فراز کوه به داخل شهر است. بسیار متنوع اما ریزشی خیلی مقاوم نیستش، در حالی که در برخی جاش که صحراهای سختی داره و از اون بدتر یک گسل این در خود کوه قرار داره. نوع سنگایی که اینجا هست سنگای در می‌بینیم که برق است، ریزشی و باد کمال تصور اونجا پارکی درست کردن مسیرهای عبور رو زیر ارتفاعات قرار دادن، یعنی و یک قطعه سنگ از اینجا میرسه پایین و مردم در خطر هستن میتونن همراه میکنن که هست. اینجا طرح‌های اجرا شده از اسپانیایی برجسته آمدن و من سلام خدمت شما. در حاشیه اینجا پارکی ایجاد شده که حالا من خدمت شما گفتم که صرفاً طراحی نقش رو ایفا نمی‌کنه. اینجا زمین‌شناسی نشده، این پارک اجرا شده بود. لایه‌های زمین‌شناسی آب این پارک رو که آب میدن و داره میبره پایین‌تر در پایین دست در هولوش دانشگاه اصفهان ولی جا آب میاد بالا و بعد حالا اتفاقات دیگه میفته. یه باغبخش درست کرده بودن که خیلی نظر خودشون جالبمون می‌خواستن تبدیل بدن و بعد یک کسی پیشنهاد کرده بود که آب از زاینده رود بگیرن روی کوه ببرن پمپاژ کنن و یه آبشار درست کنن. علاوه بر اینکه هزینه بسیار زیادی شده بود و ایستگاه آب خیلی بزرگی درست شده مثل اینجا برای که این کار انجام بشه، شما می‌بینید این آبشار که اینجا هست مثل یه لکه روغن رو کوه، یعنی اینکه به نسبت به عظمت این کوه هیچی راه، یعنی این ابتدا باید این متوجه قرار بگیره. اتفاق دیگه که افتاده این آب زاینده‌تون آلوده است دیگه، اینا از اون لایه‌ها نفوذ کرده و چشمه‌های آبی که دور بر هستن رو در حد مسموم کرده و بعد هر چی کوهنوردانی که آب از اونجا می‌بردن برای خانواده‌هاشون که فکر کنن آب سالم تمیزی همه مریض شدن و نتایجشون رو رسیدن. اینجا که پادگان این طرف بوده اینا آمدن این ور به اصطلاح میدان تیر تانک درست کردن. تانک‌ها رو می‌آوردن اینجا شیله می‌کردن می‌کنن این میدان تیر و بعد خود شهردار اصفهان تصمیم گرفته. البته یه دوره بود چند سال پیش یه چند نفری می‌رفتن این تلکابین‌های کهنه آلپ و پیرنه اونجا رو می‌خریدن که دیگه همه از رده خارج بود، می‌آوردن به شهرداری‌های اینجا و همه رو تو تمام می‌انداختن و همه شروع کردن می‌کردن. یکیش هم شهردار اصفهان بود که اینجا می‌خواست که از اینجا یعنی قرارداد چند واسه بود همه کارش کرده بود که ما کارش شروع کردیم و اولین دعوای ما بین اینجا شروع شد که از اینجا به روی این کوه که اینجا نشون میدن خدمتتون تلکابین بکشه و غافل از اینکه این مرز اینجا که به اصطلاح برای تلکابین بیاد اینجا و قرار تمام تأسیسات تلکابین بالا مستقر بشه و بعدن کافه بزنن تریا بزنن وسط همون شاهدشیه که سنتی شد.
و اشتباه محرز و بزرگی که گفتم خدمتتون، ایجاد این بزرگراه به این وسعت با خطرات بسیار که نه تنها حالا رابطه رو قطع کرده، بلکه آلودگی‌های ناشی از این حرکت اتومبیل‌ها رو به کوه منتقل میکنه و صدای اونا به هیچ جای کوه شما رو آرام نمی‌ذاره. به عبارت دیگه منظر کوه به این ترتیب از بین رفته و از اون جالب‌تر اینه که وقتی مردم می‌خواستن برن به پارک مثل این دانش آموزان از وسط بزرگراه حرکت می‌کردن، چون باید این قطع می‌کردن. خب اینا همه تصمیمات پی در پیه که همه یا با دستوری یا با اینکه اونجا خواستن این شهر رو خواستن به پیری به سرانجام می‌رسید. یکی از چیزای عجیب دیگه که اتفاق افتاد و من از اسلامی واقعا انتظار نداشتم این بود که باز چون این بزرگراه رو رد کرده بودن، وقتی رسیدن به چهارراه اونجا یه اسپاگتی درست کردن که این میپیچه تو همون میره و سازمان نظام‌مهندسی کشور به اینا جایزه داره بابت این کار که بسیار خیلی از نظر سازمانی جالبه. من خب بهشون مقایسه کردیم با ورودی شهر پاریس که بعد از 40 سال ما رفتیم اونجا بازی کنیم با چند تا از دوستانمون، گفتن که این اینقدر فاجعه است، ما رو بردن زیر غرب میگفتن اصلا فاصله نگیریم چون اینجا تو خطرناکه. این همه ما بزرگ گروه اینجوری یواش یواش میرفتیم که کسی به ما آسیبی نرسونه و حالا اون داره پاریس جمع میکنه، صاف میکنه، پارک میکنه و این بزرگراه رو از زیر بریده. حالا ما بعد از 40 سال بدون توجه به این تجربه این هزینه گزاف رو کردیم و خوشحالی به جدی گرفتیم. خب اینا همون تصمیماتیه که مهندسان سیویل، مهندسان تاسیسات، ممکنه طراحان شهری، ممکنه طراحان طراح جامع تفصیلی این اشتباهات رو نسبت به طبیعت خیابان و عدم درک ارزش‌های اون مرتکب شده باشه. من یادآوری کنم این که الان می‌بینیم که وارد برداشته شده، این خطای اینجا نشون میده این پیش نظامی رو و دیوارهاش رو و محدودش رو که برای این که بکنیم وسط این گذاشته بشه و بقایای اون بر فراز اینجا. این پیش صدها سال بوده و آخرین موردش اصلا سرباه و ایرانش بودن که اینطور که گفته شد مدت 17 سال اونجا مقاومت میکردن تا بالاخره مغولا بعد از این مدت اونجا تصرف کردن، همه رو کشتن، همه رو از اون بالا خودشون انداختن پایین نکردن. غیر از اون اثر تاریخی اینجا چشمه ها هست که این یه نمونهش رو میبینیم، چشمه کاچنا. و یکی از چیزهای عجیب دیگه ورودی های همین قلعه هست که شما میبینید این ارتفاع رو و اینجا حدود 200 متر ارتفاعه و این ورودی قلعه بوده که از این راه تنگ ترسناک میتونستن بیان به این قلعه. بعد از مطالعاتی که ما کردیم که همونطور که خدمتتون گفتم زمین‌شناسی، خاک‌شناسی، محیط زیست، طراحی شهری، مسائل شهری و الی آخر این طرح راهبردی رو برای اونجا تهیه کردیم که در این طرح راهبردی که نمی‌دونم اصلا شاید میشه شاید باید اصلش رو بگم اصلا دیده میشه اینجا چه صدای شما شنیدیم اولین ایده ما این بود که ببینیم آیا میتونیم این ارتباط قطع رو برقرار کنیم. تازه درست کرده بودن اینجا این بزرگراه رو درست کرده بودن و بعد این پل به اسم پل عقارب پرست زده بودن و همه میگفتن هر همکاری ما میگفتن این مطرح نبود که اصلا غیر قابل قبول در اصفهان یعنی کار من با شورای شهر مطرح کردم این رو که این اشتباه بزرگی شما کردیم رو برگردیم. اونا گفتن خب راحت چی؟ گفتم ما میگردیم و یه راه حلی پیدا میکنیم. ما با هلیکوپتر پرواز کردیم و این مسیر جدید بهشون پیشنهاد کردیم که از پشت کوه بریم کمربندی قبول کردن، تصویب کردن، ولی باز اون معاونتایی که خودشون میخوان جاده بسازن جاده خودشون رو ساختن، پل خودشون رو ساختن، اسپاگتیشون رو ساختن. ما گفته بودیم این رو عوض میکنیم، این رو یک خیابان گردشگری شهری میکنیم و بعد از تمام تأسیساتی که درست کردیم اینجا میشه به راحتی استفاده کرد و رابطه مردم از اینجا که قطع شده دوباره ما میتونیم به راحتی برقرار کنیم. و به خصوص رابطه چهارباغ رو با اینجا که
دیگه الان به نظر من خیلی وهم‌انگیزه. بعد در اینجا میدان تیر ارتش رو چون اون موقع نمی‌رفت بودیم، این مربوطه 10 سال پیش شده، حالا الان یه ذره تصدیق شده نمیخوام برم. اونجا پیشنهاد کردیم که شما بین اراضی رو با خود ارتش یک مجتمع ورزشی فرهنگی تفریحی در مقیاس شهر اصفهان بسازیم و اونا هم شریک بشن و اون وقت تلکابین رو به جای که از اونجا وارد کنیم تو وسط اینجا، از اینجا وارد کنیم به زیر پای اون شاهدش که احترام شاهدش نگه داشته باشه و حیات شاهدش طوری باشه که بشه رو به اصفهان درش کنسرت برگزار کرد و غیره بعد از این بشه. اینجا یک نقطه بسیار جالب دیگه هستش که اینجا بین کوه‌ها محصور شده و این میتونه یک به اصطلاح پارک وحش طبیعی برای اصفهان بشه و اولینش باشه در ایران، برای که مرکز ایران و زاگرس یکی از غنی‌ترین ها هست از این نظر. این رو هم پذیرفتن و قرار شد این کار بکنن و البته اون آبا و اینا رو جمع کنن که این به اصطلاح چشمه ها پاک بشه و بعد پارک شهری که اینجا هست رو ادامه بدن که تمام این بدنی کوه رو این پارک شهری بپوشونه، منتها سیستم آبیاری و غیره طوری کنترل شده باشه که دیگه اون مشکلات قبلی به وجود نیاد. این طرح آورده بود که ریزترش اینجاست و تعداد پروژه‌ها درش مطابق نبود. از جمله پروژه‌هایی که مطرح کردیم ما، یکی با در حقیقت اینا خواستن که به عنوان اولین اقدام بازسازی چشمه پاچنار. حالا من راجع به اون صحبت می‌کنم خدمتتون. این چشمه پاچنار که در دل کوه چند تا چنار هم توش بوده، از زمان صفویه بوده و اینطور که میگن شاهصفی یا شاهسالار اینا مادرش هم می‌آورده اینجا شهر بهش نشون میده. به هر حال اینجا چشم‌اندازی به شهر و در طی سال‌های مختلف جانگردان که از اینجا بازدید کردن، کروکی‌ای کردن بسیار متفاوت است. این از بیرونش هست. متاسفانه در سال‌های اخیر نمیدونم با چه علتی با چه هدفی آمدن یک جاده از جلوی این رد کردن. به نتیجه تمام دیوارای این رو تراشیدن در حد 6-7 متر، خاکش رو ریختن به این دره اینجا و این قطع شد. و در داخلش هم وضعیت فعلا اینطور بود. این همون اختلاف ارتفاعی که گفتم از تراشیدن این جاده درست شده. یعنی اینجا یک مثلا سطح خیلی وسیع مخروبه که این حاشیه از این خاک برداری و ریزش اینجا بود. به این خاک هم همه باز ناپایدار و دشتورات ریختن که اینجا رو ما تحقیق کنیم. ما در این ایده رو مطرح کردیم چون این درست انتهای یکی از خیابان‌های مهم شهر اصفهان اسم حکیم نظامی هستش. ما گفتیم که این رو احیا کنیم، از اینجا توسط یک باغ به طرف شهر ببریم، این پل نکبتی که درست کردن که کارش نمیتونیم بکنیم، از زیرش ما این رو عبور بدیم و این رو به طرف زاینده رو از طرف خیابان حکیم نظامی ببریم، به طوری که ارتباط این کوه رو با طبیعت زاینده رو تقویت و احیا کنیم. و بعد در زیر این پل برای که اهمیت این کاسته بشه یه میدان سبزی رو ایجاد کنیم که در این میدان مرکز تجمع مردم غیره باشه. حالا اونم برای خودش باید یه ماشین از روش رد میشه و دیگه بزرگراه نیست. و برای این کار نسبت به فضای اونجا کروکی‌های متعددی رو تهیه کردیم که کدومش واقعا منطبق باشه به اونجا، به طبیعت اونجا. و این کروکی‌هایی هستش که آیا میتونیم احیا کنیم اون چیزی که در زمان صفویه بود یا نه، و به طور کلی به نظر هستیم که به علت این تحقیقاتی که شده دیگه یا ما باید اونجا یه سازهای عظیم به اصطلاح مجازی درست کنیم و توش رو بپوشونیم که این خیلی دیگه غیرمنطقی میشد. تلاش کردیم همون وضعیت کوه رو سر سامان بدیم و بعد این رو به طرف همونطور که گفتم به طرف اون جاده و بعد به طرف زاینده رو ادامه بدیم. ما تا حالا تصاویری از اون رو ما در همه جا در این جاها به ازای هر تصویری یک کروکی می‌کنیم که به کارفرما بگیم چی به نظر مناسبه، چیکار بکنیم. این همون داخل اون فضاست که این هستش. و بعد بدین ترتیب شروع می‌کنیم به کار کردن. اگر اون کوه به سنگ مناسب داشته باشه، اگر سنگ‌های متناسب با اون رو از جای دیگه میاریم، قواره می‌کنیم. تمام طرح اینجا بر اساس حفظ تک تک این درختان و طراحی به ازای درختان هست. این اختلاف سطحی کنیم حفاظت اون درختان رو بکنیم. و بعد خطی که از کوه به طرف پایین میره بدین
بیodiورسیتی وجود داره که در این آب وجود داره و یه آبشارهایی وجود داره و اینا در حقیقت تداعی کننده و دعوت کننده مسیر هستن و این پیرامونش بعدا کاشت میشه که در عکس خواهیم دید. در داخل تقریبا یه چیزی فضایی ایجاد میشه، اون آب چشمه در یک حوضی جمع میشه و از اونجا میره به طرف پایین و بعد به تدریج آبشارهای کوچیکی از اون شکل میگیره بدون درد. این چیزه خب این ماده چشمه آشنا از ما خواستن که یک جایی برای پذیرایی مردم انتخاب کنیم که این کار کرد او براشون برای مسئله تغییر انتخاب کردیم که اگر کسی اسلام میدیم اونجا چشمه خاچی کنه یک کافه خاچی کنه اونجا زمان چه اسم زیبایی هم داده این جلوش یه تکبیر ما انتخاب کردیم که از این چشمه خاچی آبی با این ترکیبش بیاد کنیم فروش‌های ما تقریبا دیگه اونایی که ما ساختمان اینقدر بیشتر نیست بعد از این پرسپکتیو برای اینکه ببینیم رو میخوام چیکار کنیم بعد رنگ و زمین ریختن و بعد همه جمع شدن دور ما چیکارش بکنیم تقریبا رو میگم که کلی نقشه و این زمین درسته تا خاک بردارم دیگه خیلی کنیم این نقشه که برای اونجا تغییر کردیم که خود این هست چشمه هست آبی که به این میاد وارد این میشه از این میره بیرون میرسه اینجا که یک سیاه چادری که بر فراز اسپان سیاه چادری بختیاری نصب بکنن که مردم رو اون هم پذیرایی بکنن همه اینا این اسم یک تصویری که الان می‌بینید از نگاه ماست از اینجا به طرف چشمه خاچی این ساختمان رو تا وقتی که استفکارش بود و مشکل بود نه همه رو ما انجام دادیم همچی که رسید به نازکاریش کلی یه نفر رو آوردن و بعد هم خود آقایان تموم کردن و تقریبا مثل چوب کبابی تموم کردن و دیگه من عکس توشون نشونم برای چوبی همه رو آهنین گذاشتن نردار چوبی همه رو آهنین گذاشتن اینجا رو خصوص پرچم گذاشتن که داستان ها برسید و بعد این پلی بوده که قرار بود از اینجا بیم تپه برن سمت دیگه که در اون همون سیاه چادری نصب میشه که برای اشراف به اصفهان نرسید و این خود بیرون پل هست این هست که ارتباطش از پشت طرف اونجا هست تراسه متعددی از بالا طوفان داره که البته روی این که نشون داره اینجا باید چادری نصبش نکردن و این میره به تپه‌ای که اینجا قرار بوده سیاه چادر باشه سپاسگزار باشید خب سلام خدمت دوستان عزیز قرار شد که در حقیقت این پنل رو به اتفاق خانم فریار جواهریان و جواد مهدی‌زاده که از دو زاویه مختلف نگاه میکنن و بعدش هم من یک گفتگو بکنم و فرصت پرسش و پاسخ و تقاضا اینه که شما پرسشاتون رو در این آماده کنید. من در ارتباط خواهش میکنم خانم جواهریان. من واقعا خیلی خوشحالم که با اینکه توی کشور جهان سوم زندگی می‌کنیم همکاران مثل مهندس شایستان حضرت هستن که انقدر به محیط زیست و مسائلی که در سطح جهان واقعا الان بزرگترین مسائلی که باهاش برخورد دارن در پیشرفت ترین جوامع همین مسائل محیط زیستی و پایداریه و یکی از کشورها که واقعا پیش
شاید تو این زمینه به نظرم چینه کاری که اونجا میشه اصلا مقیاسش انقدر عظیمه ولی امروز متوجه شدم که مهندس پاسبان حضرت هم ماشاءالله بکنم چون مقیاس کاراشون خیلی کلان و بزرگه و با کامل شجاعت به این کوه و دره و اینا میتونن توش دخل و تصرف بکنن. یه نکته که باز برای من قابل سواله خب اشتباهات گذشته که همه میدونیم نواب مثلا واقعا چه اشتباهی بزرگی کردیم با پوزش از همه بزرگان که دخالت کردن ولی الانم سال من میبینیم خب اشتباهات گذشته شده و متاسفانه خیلی هاشون دیگه قابل اصلاح نیست ولی حتی همین الان آیا ما به عنوان مهندس مشاور میتونیم این جرأت رو داشته باشیم که به کارفرماهای دولتی یا خصوصی در هر مقیاسی بگیم آقا تو رو به خدا نساز اصلا کاری نکن. این الان برای من به عنوان یک مشاور که توی مملکت داره کار میکنه به نظرم یکی از بزرگترین کارهایی که میتونیم بکنیم وقتی با این طبیعت بکر ایران روبرو هستیم و با تمام این بساز بفروشا که انقدر میخوان نفت بکنن میتونیم اینجا دبی نیست اینجا نمیدونم ابوظبی نیست نمیخوایم مثلا همین طبیعت بکر رو چجوری میتونیم اینو حفظ بکنیم. نظر که هم برای کارهای بود دیگه چقدر فرصت دارم. از تجربیات خودتون میکنم نه من راجع به کارهایی که امروز دیدیم دارم صحبت میکنم. به نظر من ببینیم مثلا مرحوم دکتر فرانسکی یه اصطلاح خیلی زیبایی برای این دره های تهران گذاشته بودن بهشون گفتن دره باغ. این 70 دره خیلی زیبا از فرانسه تا داراباد که مهندس پاسبان حضرت تو چند تاشون دارن طراحی میکنن اینا رو خب واقعا باید حفظ کنیم دیگه. اگه بخوایم مثل اون تصاویری که اول نشون دادیم با بدنه بتونی اون اصلا سیلی که چند سال پیش تجریش این در واقع به نظر من به خاطر تمام این دخل و تصرف اشتباهیه که توی مسیلای رودخانه های شهریمون کرده بودیم. در صورتی اگر شاید به همون حالت طبیعی میموندن شاید سیل فاجعه آمیز اصلا پیش نمیومد. من زیاد کامنتی ندارم میگم بعدا اگر سوال داشته باشن در خب میتونیم با این چیزی که شما گفتین اگر آقای مهدیزاده هم صحبتشون بفهم ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم شاید پرسش پاسخ کنشتیم این فرصت استفاده میکنم برداشت خودم و من بیشتر دارم برنامه ریزی بیماری آشنایی ندارم و در این شانس رو داشتم که با آقای مهندس حضرت و گروه خیلی خوبشون در فرمانده و بافشهر در تعداد زیادی از این پروژه ها در واقع درس آموختم، تجربه آموختم و توی این سفرها ایشون و گروهشون برای درس آموز. خب من که بیشتر باید به جامعه شناسی و نگاه برنامه‌ریزی نگاه میکنم به درس‌های روز که الان این جلسه فرصت خوب است به نظر من. از این بابت یک برداشتم میگم که باز یک نوع دیالوگ و گفتگوی میان‌نشینی باشه و ببینیم که اون جنبه‌های مثبت کارهایی که انجام شده در حقیقت بتونیم و دست بیاموزیم و ادامه بدیم. من در مورد کارهایی که بافشهر انجام داده که نام این کارها موندنی خواهد بود و این جلسه باز خودش نشان میده که در واقع کارهای بزرگی شده و بنابراین بهتره که یه ارزیابی داشته باشیم و دست بیاموزیم برای ادامه و تداومش در کنار کارهای دیگه‌ای که دیگران انجام میدن.
من دو تا نکته رو یعنی دو بخش رو دو بود رو فکر میکنم مهمه. یکی جنبه نگاهی که بر کار این تیمی ما آقای مهندس عزت خودشون و تیمشون و شرکت بافشک بوده و دوم شیوه کارشون که باز من در جنبه‌های فنی معماری اینا وارد نمیشم، ولی اون چیزی که به نظرم میاد امروز نیاز کار حرفه‌ای ما هست. ما مرتب میگیم شهر و شهرسازی و معماری جنبه رشته‌ای داره، در حرف میگیم ولی در عمل پیاده کردنش بسیار دشواره. از نظر دیدگاه اول نکته من بگم و اون عبارت از اینه که در واقع موزل همه زمینه‌های زندگی ما الان جنگ یا جدال بین مدرنیته و در واقع سنت یه پدیده جهانیه، یک موزل جهانی است و ما در همه زمینه‌ها باش درگیریم، از جمله در معماری و در شهر شده. به نظر میاد که نه در واقع پرداختن به گذشته و مطلق کردن یا آرمانی کردن گذشته که جوابگوی ما بوده و نه در واقع نفی اون و پرداختن به هر پدیده‌ای که از بیرون میاد یا جدید مطرح میشه. این راه راز کار پیوند این دوتاست و این نمونه‌ها نشون داد به نظر من که گامی واقعا موفق به طور نسبی هست که ما بتوانیم هم اون عناصر فرهنگی و بومی رو حفظ کنیم و همین رویکرد جهانی و تحولات جهانی رو ببینیم و با دنیای امروز و دنیای دیروز یک پیوند سازنده برقرار کنیم. بنابراین این به نظر من اولین نگاهی که بر کارهای آقای مهندس عزت و همکارانشون به چشم می‌خوره که مهمه، این نگاه توسعه پایداره. اگر ما توسعه پایدار در مورد برنامه‌ریزی بگیم، در واقع اون پیوند بین ارزش‌های موجود و ارزش‌های گذشته است. این در کار ایشون در جبر بسیار غالب. نکته دوم که منتج به اصطلاح همین نکته اول در میاد عشق به طبیعت است که خب امروز هر چی بشر به جلو میاد به دلیل دور شدنش از طبیعت تازه داره انگار کشف میکنه که هوا خیلی مهمه، آب خیلی مهمه، قبلا برای ما عادی بوده. خب این در واقع بازگشت به طبیعت پدیده جهانی هست، باز در نگاه کارهای ایشون همینطور که عنوانش هست در واقع تطبیق طراحی با طبیعت، شهر با طبیعت، در واقع هم نیاز جهانی به نگاه جهانی، همین نگاهی که در جامعه ما خیلی نقش داره به دلیل نوع معماری و فرهنگ و علم. این دو نکته. نکته سوم در واقع در جدا از طبیعتش به طبیعت همون که اشاره کردم به معماری بومی و منظرسازی بومی و کشف اینها و شناخت اینها و به کار گرفتن اینها، این نگاهیه که باز نادر کمیابه در کتاب و نظر میدیم، ولی در عمل پیاده کردن و دریافت کردن و اون رو به کار گرفتن به نظرم ارزشمنده که من شخصا فکر میکنم در کارهایی که الان ارائه شد یا بخش جزئیش هست و کارهایی که میشناسم ایشون انجام دادن و گروهشون انجام دادن این موفق بوده در واقع این پیوند کشف این عناصر با ارزش و پیوندش با جهان. اما از نظر شیوه کار، هم از نظر حالا در واقع پیاده کردن، عملیاتی کردن، اجرایی کردن، هم منش حرفه‌ای. چند نکته برای من جالبه که برای همین حرفه برای شخص من در ساموز به نظرم من تلاش میکنم در نوشته‌ها و کارها و کلاس‌ها که بتونیم به این سمت پیش بریم. اولین داشتن نگاه کلان و راهبردیه. ما خرده‌کاری به خصوص معماری همیشه در خطر این است که با مقیاس‌های روز سنت بوده با مقیاس‌های ریز درگیر میشه. این نگاه کلان و از مقیاس‌های خرد و مقیاس کلان رفتن و از مقیاس کلان به خرد آمدن، اون جوهر اون کلمه راهبردی است یا برنامه‌ریزی راهبردی است. یعنی کلان نگری در این اون ارتباطش با جزئی‌ترین و جزء رو با کل پیوند دارن. در این نوع کارها این فکر از نظر روش کار بسیار برجسته و جالب. نکته دوم نگاه با به نظر ارتباط با همون دید کلان هست، ایجاد ارتباط متعادل میان رشته‌های مختلف. همینطور که اشاره شد در بحث‌ها، خب معماری هست، محیط زیست هست، اقتصاد هست، جامعه شناسی هست. این پیوند و ارتباط میان رشته‌ها واقعا خودش هنر دیگری است، فراتر از معماری، چون معماری کار خودش رو می‌کنه. اقتصاددان هم کار خودش، جامعه شناس هم کار خودش می‌کنه، خاکشناس هم کار خودش می‌کنه. ولی یه چیز دیگری فراتر این کارا رو ورزش می‌کنه،
پیوند برقرار کردن بین این رشته‌هایی که بخشش بسیار از هم دوره و خیلی خطرناکه. گاهی یک طرحی میلغزه میره روی محیط زیست صفر، یه طرحی میلغزه میره روی زیبایی‌های معمارانه، یه طرحی میلغزه میره روی اقتصاد و نمیدونم بازدهی. خب این بازی ضعیفی و پیدا کردن این تعادل میان این رشته‌ها و نقش هر کدوم این کار بزرگی است. به نظر آقای مهندس افضل و همکارانشون در این کار موفق بودن. از این بابت برای من که در کنار این طرح‌ها بودن یکی از رشته‌های فرعی درس آموختم. نکته سوم، به نظر من در این کارها دیدید و تکلیه‌های آقای مهندس افضل احساس مسئولیت حرفه‌ایه. یعنی که اگر کارفرما و گرایش‌ها دستور میدن، تقاضا میکنن، مسئولیت حرفه‌ای نباید بگذاره ما مشابه بدن به مباشر بشیم، هر کالایی از اون خواستن ارائه بدیم. من در تمام خیلی از کارهایی که با ایشون بودم این حس مسئولیت و این که در برابر هر تقاضای نادرسته هر کارفرما هر چقدر مقتدر باشه ما یک مسئولیت حرفه‌ای داریم، بهتر اون کار رو نکنیم و این خب بسیار ارزشمنده در شرایط دشواری که جامعه ما باشه. و یکی دو نکته دیگر هم اشاره کنم بحثمو تموم کنم. مسئله روحیه کار جمعیش، این موضوع و مشکلی که از نظر جامعه شناسی و معماری و دیگر معمارا دیکتاتورن، شهرسازا دیکتاتورها آقای مهندس مشهودی اینجا هستن یه وای صفت دارن. در زمینه‌های سیاسی هم می‌بینید اجتماعی ما مرتب متهم میشیم به تکراری. به نظرم در کارهای ایشون یک نوع روحیه کار جمعی، تعادل‌جویی، هم‌اندیشی و همفکری به چشم می‌خوره که این جدا از نتایج عملیاتی بار اجتماعی بزرگی داره که میتونه ما رو در زمینه‌های دیگه هم جاری بده و اینا تو کارهایشون من باشون همکاری داشتم اینو دیدم انقدر جدی می‌گیرن و بها داده شده به گروه‌های مختلف و این ارزشمنده. و نکته آخر این که الان اشاره شد حدود 40-50 سال آقای مهندس افضل در این زمینه کار کردن. خب طبیعتاً به طور عادی آدم بعد از مدتی به تکرار می‌رسه یا سرش که بالا میره بیشتر به گذشته برمیگرده، همون رو میخواد بدونه یا همون رو تکرار کنه. نوجویی و نوآوری و جستجو همراه با زمان و نیازهای زمان و همراه با ضرورت‌های جدید این خودش مسئله مهمی است که من دیدم تو کارهایشون تو باز همیشه نوجویی بوده، جستجو در تجارب جهان، جستجو در تجارب ایران و در واقع بروز کردن و پیش بردن این کارها و نموندن در جا و تکرار نکردن. من ندارم فقط نکته تقاضا که البته بعدی دادم رو گفتو تنها نقص آقای مهندس افضل از من اینه که این کارها تو ما ایرانی معمولا تو تاریخمون هست، اهل نوشتن، منتشر کردن، خاطره نویسی ثبت نیستیم و این خیلی رو ما آسیب داده. بنا به دلایل مختلفش هم خیلی بحث کردن. یونانی همه چیز رو مدون میکردن و بسیاری از کارهای بزرگی در همین عرصه شهرسازی معماری یادداشت‌های روزمره است که آدمای اساتید و بزرگان از یه پروژه کوچیک گرفتن و اون رو تعمیم دادن، نمیدونم که لینک با 2 تا 3 تا کار کوچیک یک کتاب بزرگ. و همیشه من منتظر بودم که چرا حاصل این کارها خوب منتشر نمیشه، بیان نمیشه، جمع‌بندی نمیشه، ارائه نمیشه. خوشبختانه این کارم شروع شد، یک جلد کتاب رو در آوردم برده دادن و امیدواریم تمام کسانی که در این سرزمین کاری کردن برای اینکه با آیندگان منتقل بشه و بشه به میراث اجتماعی رو در واقع پشتوانه کاری ما هرچی بیشتر از اون لالا با برگزاری این دو جلسات شده و همتی که انجمن و جوامع حرفه‌ای نشون میدن و دیگران و خود ایشون که بتونه این کارها رو بیشتر در اختیار جامعه قرار بده و بمونه و موندگار بشه و ممنونم. خب من فکر کنم فرصت پرسش و پاسخ بیشتر خواهد شد، چون منم یه چند تا نکته به نظرم رسید بگم. یکی اینکه این کتاب طراحی در طبیعت آقای پاسبان حضرت در سال 88 منتشر شده. من نمیدونم چند تا از دوستان این کتاب رو دیدن. این کتاب نمونه یک مستندسازی است از همون چیزی که ما همیشه کم داریم از یه اثر انجام شده. من فکر کنم همه ما یک دور حداقل پارک جمشیدیه رو تجربه کردیم. درست میگم؟ یه بار رفتیم دیگه. اینکه این کاری که
رفتیم توش تجربه فضاییش رو کردیم، لذت بردیم، قرار گذاشتیم، دیدار و خیلی از اتفاقات دیگه. این در این کتاب گفته شده. در این کتاب یه اشاره دیگری هم هست که فکر می‌کنم جا داره اینجا بدونیم شما که این باغ فردوسی جایزه آقاخان رو برده. جایزه آقاخان که هست آقاخان اوارد فور اسلامیک آرکیتکچر، خیلی نکته مهمی در اینجا نهفته است که در حقیقت آقای پاسبان حضرت نه هیچ موقع نه هیچگاه، ضمن که همیشه متواضع بودن، هیچ گل ادعایی که من اسلامی و معماری اسلامی کار میکنم ندارم، ولی این جایزه برده و یه مقیاس بین‌المللی است از یه اقدامی که نشون میده توجه به مسائلی که مثل محیط زیست است یا مثل سرزمین، مثل معماری بومی چقدر میتونه در این رابطه مؤثر باشه. که پیشنهاد میکنم اگه شما سوالی هم در این زمینه دارین، خانم فریار جواهریان در دوره گذشته عضو هیئت ژوری آقاخان بودن و در این زمینه میتونن اطلاعات مفیدی بدن و یه مقاله فوق‌العاده جالب در آرکیتکچر ریویو در مورد شیوه برگزاری مسابقه نوشتن که در همون هم به این بحث محیط زیست اشاره بسیار زیادی شد. دو تا مقاله دیگه من ازشون دیدم، یکی در مجله معمار بود شماره 66 که 3 پروژه طراحی شهریشون رو معرفی میکرد. این مقاله بیشتر جنبه معرفی داشت، البته ایشون مبانی و تفکرشون رو گفتن، ولی یه مقاله فوق‌العاده جالب در مورد شهرهای جدید ایشون در مجله آبادی شماره 65 نوشتن، رویکرد نوین در توسعه پایدار شهرهای جدید، که همینطور که به آرامی و با تواضع صحبت میکردن، نقد عظیمی به این شیوه طراحی شهری کردن که فکر میکنم اینها مؤثره که در این زمینه گفتگو کنیم. اگرچه من فکر میکنم که هنگام ایشون این نقد رو کردن که شهرهای جدید ساخته شده بودن، هنگام این نقدها رو در حقیقت کردن که خیلی جریانات شکل گرفته. برای همین فکر میکنم تنها کافی نیست که ما فکر خوب و طرح خوب داشته باشیم، باید کارهای دیگری کرد که اون یه مقدار من راجعش میپردازم. اما پیش از اون یه نکته رو به نظرم رسید برای دوستان عزیز، به ویژه نسل جوانی که اینجا هستن، چون نسل در حقیقت پیشکسوت ما یا نسل همتراز ما، اینا خودشون این تجربه رو کردن در اینجا. خیلی از این کسانی که میبینید در کار شهرسازی میکنن، اینا همشون معمارن و این نکته خیلی مهمی است. به نظر من انشعاب در رشته معماری که اول با سازه شروع شد، به زیگفریدیون ازش نام میبره، بعد با شهرسازی شروع شد، بعد خود شهرسازی درش انواع انشعابات افتاد. اینها به نظر من کم فروشی در دانش معماریه. دانش معماری دانش وسیعی است و اگر ما که قرار معمار بشیم یا معمار باشیم اکتفا کنیم به اونچه که تو دانشکده یا اونچه که در وضع موجود میخونیم، این کم فروشی محضه. معمار یه شخصیت باسواد به تمام معنا دانشمند بوده و همه اینا جزء زندگیش بوده و جزء زندگیش به دست می آورده. یعنی اینجوری هم نبوده که بی تجربه مثلا یه صاحب علمی بشه. آقای پاسبان حضرت هنگامی که باغ فردوسی رو طراحی می‌کردن، یه ماه رفتن اونجا خوابیدن، رفتن زندگی کردن توی اونجا و از طریق زندگی و حضور هست که این ماجرا به دست میاد، نه از طریق مثلا کتاب لزوما. در نتیجه این نکته خیلی مهمه که انشعاب در رشته معماری به ویژه در کشوری مثل کشور ما به شدت به ضرر معماری است. این دعواها که بین لندسکیپ دیزاین، اربن دیزاین، پلنینگ، اصلا تمام اینا به نظر من جز این که به شما یه مدرکی داده بشه در این رشته‌ها و شما با نام این مدرک‌ها یک سری بهره کشی در این جاهایی داریم بکنید، هیچ فایده نداره. سواد و دانش جوهر معماری است و باید اون رو خوب یاد گرفت و حوزه‌های بسیار متفاوتی هم داره. یعنی طیف یک معمار ایرانی در قدیم طیفی بوده که هم مردم رو میشناخته، هم زمین رو، سرزمین رو میشناخته، هم هوا رو میشناخته و هم با تمام نظامات اقتصادی در جریان. این که به نظر من خیلی مهمه و دانش معماری ایران که تو هیچ کاری از رشد شهری معاصر ما نیست، علتش همین این اتفاقات، یکی از علتاش این انشعاباته. ببینید معماری ایران سازمانیابی آگاهانه فضا بر اساس سرزمین، زندگی و فرهنگ بوده. بخش سرزمین رو که اینقدر در حقیقت با جزئیات و دقت فرمودند آقای پاسبان حضرت، اون این بخشی از معماری ایران بوده.
علت جایزه گرفتن ایشون اینه که وفاداری ایشون به معماری بومی بوده، یعنی معماری که تو ایران توی روستاها تو شهرها شکل می‌گرفت. بدین ترتیب به نظر من اشکال اصلی که الان ما میتونیم مطرح کنیم و این بازگشت داره صورت میگیره همین فقدان اون شناختی است که دانشی است که در کشور ما وجود داشته. فقدان این دانش و بی‌سواد شدن ما و اینکه ما دانشگاهی شدیم، معمار دانشگاهی شدیم، این اولین پایه سست این ماجراست. اکتفا کردیم با اون مدرکی که از دانشگاهی می‌گیریم. دومین نکته که به نظرم میرسه در اینجا بگم اینه که فکر خوب در کشور ما کافی نیست. طرح درست دادن کافی نیست. یعنی اشاره کردن آقای پاسبان حضرت که من این طرح‌ها دارم و درست هم میگفتن اگه این طرح‌ها اجرا میشد خیلی از این اتفاقات نمیافتاد، چه در مورد کوه‌دره‌ها چه در مورد نواب یا خیلی از موارد دیگه. تا اونجا که خودشون کوشش کردن در حد به اصطلاح اون سازمان حرفه‌ای خودشون مهندسین مشاور این کارو کردن، ولی اصلا در کشور ما کفایت نمی‌کنه. اگر نسل جوان بخواد فکر خوبش به نتیجه برسه، غیر از اونها که ممکنه رابطه داشته باشن، رانت داشته باشن یا هزار اتفاق دیگه که اون یه بحث سودا، من اینطور عمومی صحبت می‌کنم، به نظر من باید کمپین وجود داشته باشه در کشور ما. ببینید ما شبکه اطلاع این که از هم خبر داریم نداریم دیگه. الان مثلا اگر آقای پاسبان حضرت نمیگفتن که آقای شاهینفر داره روی مشهد رو دره کار میکنه، ما اصلا نمیدونستیم که این کار داره صورت میگیره. شبکه آشنایی هایی که در کل این جاهایی که ما داریم کار میکنیم چه کسانی درگیرن، چه کسانی دارن کار میکنن. مثلا امروز در روزنامه روزگار آقای بهشتی، سید محمد بهشتی یه مقاله نوشتن که تمام مدیران شهری مرادشون از توسعه شهر متروه، تونل، پل و اصلا مسئلهشون میراث فرهنگی نیست. خب این یه نکته مهمی است که چرا ببینید در جایی که پیمانکارا پیروزن، ایشون نشون دادن پیروزی پیمانکاری بود اون کاری رو که کاملا نشون دادن. پیروزی پیمانکاری یعنی در حقیقت ضعف طرح‌های معماری، فقدان شبکه از نیروهای درگیر، شدت رقابت. ما خودمون هم اشکال داریم، ما طرح‌های هم از دست هم می‌قاپیم و این اون خلأ بزرگ است. اگه من نکنم دیگری انجام میده، پس خیلی از طرح‌ها باید انجام بشه. فقدان نهاد حرفه‌ای، به نظر من انجمن صنفی کار صنفی میکنه، کار حرفه‌ایش خیلی کمه. مثل این کار کار حرفه‌ای است. این باید صدا از اینجا بالاتر بره. الان شما در سراسر جمع کنی یک دونه مسئول کشوری تو این جمع نیست. همه دانشجویان علاقه‌مند یا پیشکسوت‌ها علاقه‌مند. اون کسی که باید گوش بده اون مسئول کشوری است، باید بیاد اینجا بشینه. اون باید برای ما هم حاضریم در محضر ایشون حضرت هم هستن، پاسبان هم هستن، حاضریم بشینیم و گوش بدیم. ولی این سالها اتفاق میفته، آثارشون رو میخونیم، این کفایت نمیکنه. رسانه ها، ببینید امروز شما باز در روزنامه میخونید که دارن امامزاده عبدالله رو خراب میکنن و شما نمیدونید که ابن بابوی هم خراب کردن، امامزاده صالح تجریش هم خراب کردن. ده ها اثر برجسته در حقیقت باغ گورستان های ما رو خراب کرد. خب این رسانه خیلی مهمه. این طرح‌های آقای پاسبان حضرت اگه اون موقع در رسانه ها چاپ میشد یا به عنوان کمپین مطرح میشد خیلی میتونست تاثیر بذاره. در صورت من میخوام بگم که خیلی ممنون که ایشون این فکرهای خوب رو دارن، ولی این کافی نیست در این زمینه که ما بخوایم داشته باشیم. چیز دیگری که به نظرم میرسه این که یه بحث جدی میان ما لازمه. ببینید الان بین من و آقای مهدی‌زاده این بحث نشده. ایشون همچنان میگن که این جنگ قدیمی مدرنیته و سنت در ایران هست. من کاملا با ایشون مخالفم. من معتقدم کمبنیگی و ضعف مدرنیته، کمبنیگی و ضعف سنت در کشور ما هست و اینکه سنت اونجوری که باید مدرن در جاهای دیگه نشده و این ضعف و کمکاری از ماست. اصلا ای کاش که مدرنیته اینجا بود و ما صحبت می‌کردیم. نمیخوام از اصطلاحاتی که همکاران ما در همین جلسه میگن مدرنیته کج کار کرد، این صحبت آقای عطاریه، ولی من معتقدم هنوز ما باید بیشتر خودمون رو بشناسیم. این یه الگوی کشور ما اینطوری نیست همچنان دعوای مدرنیته و سنت و اینها. و این خیلی مهمه که ما باید بیشتر گفتگو بکنیم و
اینو به صورت یه حکم ندیم، حداقل پیشنهاد کنیم این پژوهش بشه. ببینید کارکرد سنت آگاهی اجتماعی بوده، یه چیزی رو که درست بوده بعد انتقال میداده، هر چیزی هم غلط بوده حذف میکرده. این مکانیزم از بین رفته. الان شما در مکانیزم ما واردات عظیم هر چی رو میتونیم الان شما بیارید، این واردات هم خودمون انجام میدیم. ما هستیم که این مسائل رو مثلا برای جاهای ناآشنا میاریم، ما هستیم که این ایرانیه که میره اون چیز دست دوم کوههای آلپ رو میخره، تلکابین رو میخره که بیاد اینجا به شهردارا بفروشه و شهردارا خیلی علاقه دارن که در دوران عمر کوتاه مدت خودشون، عمر متوسط شهردار در کشور ما 1.5 سال دوستان عزیز. یعنی تا شهردار میاد تو اتاقش بشینه رو صندلی جا بیفته میگن بفرمایید. اگر یه شهردار 6 سال 7 سال 8 سال شد استثناست. بدین ترتیب ما با یه نظام خیلی پویایی حرکت میکنیم که باید با اونا بتونیم بجنگیم. البته من کاملا در مورد تعریفی که آقای مهدیزاده مسئله مقیاس دادن و از خورد به کنار موافقم، فوق‌العاده عالی بود و آقای پاسبان حضرت یکی از موفقیتاشون رعایت مقیاسه. شهرساز یعنی مقیاس. وقتی مقیاسش درست بود تناسباتش درست، وقتی تناسباتش درست بود ارتباطاتش درست و همینطور الی آخر. ایشون در تمام طرح‌هاشون مقیاس کلان، مقیاس میانی و مقیاس خرد رو ذکر میکنند، می‌نویسن توی تمام این چیزا که این بحث خیلی مهم نیست. در این زمینه ما میتونیم این رو بحث کنیم. الان من بیشتر این زمینه رو برای گفتگو که شما یک سری سوال خوب بکنید و همکاران ما که در اینجا هستن اون رو پاسخ بدن. منم الان دیگه صحبتی ندارم و میکروفون دست شماست. من اصلا رو جلو شد. شما لطفا اسمتون رو بگیم و احیانا تخصصتون. با سلام به حضور، من احمد خواجه هستم، مهندس معمار فارغ التحصیل 58 و دوره طراحی شهری هم گذروندم. کتاب با فردوسی آقای پاسبان حضرت رو چند ماه پیش مطالعه کردم. سوالی که از ایشون دارم، ایشون یه معمارن، گویا با زمینه طراحی شهری و حیطه‌ای که طراحی شهری مسئولیت پذیرفته هنوز یه مقدار شک و ابهام دارن. ایشون در تمام صحبت‌های امروزشون و در کتابشون اشاره به این دارن که طراحی شهری این کار رو نمیتونه، در حالی که من به عنوان یه طراح شهر و عضو انجمن طراحان شهری میگم وظیفه یک طراح شهری باید ابتدا معمار باشه با تمام صحبت‌هایی که الان شد. یعنی معمار باید دید به همه چی داشته باشه و بتونه هماهنگی بین زمین‌شناس، محیط زیست و بقیه کارشناسی‌ها رو به نتیجه برسونه. در واقع اون معماری که طراح شهر شده میتونه نتیجه رو به صورت مطلوب به ثمر برسونه. من میخوام ببینم که ایشون ها طراح شهری رو در این زمینه به عنوان یک تخصص قبول دارن که میتونه کاری انجام بده یا خیر. حالا سوالات دیگه هم هست که اونا رو من بازم به دیگران دوستان که احتمالاً پیشنهاد میدم دوستان عزیز که الان این سوالی که ایشون فرمودن مستقیما چند گروه دیگه هم سوالاتی دارن. اجازه میدیم چند تا سوال مطرح شه. سوال آقای خواجه اینجا مدون شده بشه. دوستان دیگه اگر سوال دارن 4-5 تا 10 تا سوالی که مد نظرتونه بفرمایید. من بهزاد ریاضی هستم، فارغ التحصیل سال 84. یه سوالی که از خدمت آقای پاسبان حضرت داشتم اینه که معمولا طبق روال طراحی که هستش ما یه نقشه تهیه میکنیم، بعد میریم عین اون نقشه رو مو به مو اجرا میکنیم. گاهی اوقات انقدر نقشه‌مون صلبه و انقدر زحمت کشیدیم، صرف تهیه‌اش کردیم که حاضر نیستیم هیچ چیزی رو توش تغییر بدیم. حالا کتاب آقای پاسبان حضرت رو خوندم و کاراشون که نگاه میکردم، توی کارایشون طرح و نقشه با هم جلو میرن. یعنی این تصوری که نقشه همون طرح رو در واقع ایشون یه دید دیگه دارن بهش و کروکی هم خیلی در واقع توی طراحی اهمیت بیشتری داره واسه شون تا مثلا پلان و مقطع و نما. مثلا خودم مثلا پارک جمشیدی رفتم، شما به این فکر نکردم که مثلا
پلانش چجوریه، خیلی هم لذت بردم از این فضا. نکته می‌خواستم که در رابطه با لزوم این شیوه نگاه کردن و طراحی توضیح بدم. خیلی ممنون. سوالی نیست که ما میتونیم ادامه بدیم. اینجا یک سوال هست. سلام عرض می‌کنم. خواستم از خدمتتون بپرسم که کارهای شما عموماً منجر به شکلی یه سری آثار بسیار شدید به هم شده. یعنی توی فیلسوفه، اصفهان، مشهد، حتی پارک جمشید. خواستم بدونم که شما یه معمار سبک‌گرایی یا اینکه از الگوهای خاصی پیروی می‌کنید؟ همه شد اسمتون رو بگین و تخصصتون رو بگین. بنده حسینی هستم، کارشناس ارشد معماری گرایش منزل. یه بحث دیگه هم این که هنوزم بحث از معمار و طراح شهری میشه، یعنی به نوعی بازم بحث‌های فردیت گراست، یعنی در حالی که معماری فراتر از این هست. ما اگه بخوایم معماری بررسی کنیم نقش قانون‌گذار، نقش کارفرما، نقش معمار، نقش حتی استفاده کننده رو توی طرح ببینیم. خیلی راحت نمیتونیم تنها بحث از معمار کنیم. حالا اینم به عنوان یک تذکر که چیه، من کوچیک‌تر از اون میگم. چون که توی صحبت‌ها بحث شد که اولش بحث شد که اینا رو کنار بذاریم، ولی دوباره مجدد ممنون. تشکر. من یه سوال کوچولو داشتم. اول آلا هاشمی هستم و دانشجو دکتری معماری منظم. حالا در ادامه صحبتی که ایشون کردن دکتر حبیبی یه تقسیم بندی کردن. جناب خواستم حضرت رو توی بومگراها قرار دادن. مثلا خودشون موافق هستن با این تقسیم بندی و این جایگاهی که توش قرار گرفتن. من آزاده شاهچراغی هستم. اولا خیلی خوشحالم که از نزدیک این تجربه تاریخ مهندس توضیح دادن. من یه تقلب آموزشی میخوام ازشون بگیرم، یعنی که به من تقلب برسونن یه مقدار. ما در حقیقت توی دانشکده تو آتلیه که کار میکنیم با دانشجو خیلی به سختی میتونیم مسئله زمین رو جا بندازیم و اینکه این فرم طبیعی زمین یا ویژگی‌هاش یا خاصیتش چقدر ارزش حفظ داره. مثلا پروژه که در ایده‌ای که برای طرح‌های عباس‌آباد در نظر گرفته شده بود میاد به راحتی زمین رو فلت میکنه، اصلاح میکنه. همین یه نکته رو من خواستم بپرسم که واقعا چجوری یاد بدین. شما می‌بینید که 4 ماه وقت گذاشته میشه، خیلی صحبت میشه، خیلی کروکی زده میشه، پروژه دیده. واقعا این کتاب اخیرشون هم که خب خیلی کمک کرد که مسئله طراحی یکم رو بتونیم معرفی بکنیم. میخواستم که ببخشید که یه ذره ممکنه شخصی به نظر بیاد، ولی به نظر میرسه که منفعت عامی داشته باشن در دانشکده. یه پیشنهادی، یک راه حلی به ما بدن. خیلی ممنون. تقلب شما نفهمید چی بود سوال؟ من تقلب یک اینجا جلو نفر دوم. من در مورد طرح پارک، من سهرابی هستم، رشته دکترای شهرسازی. در تو طرح بزرگ پارک خواستم ببینم به چه صورتی بوده و چه تصمیمی به طرح اولیه بزرگ پارک برای تنظیم حاشیه مثل اسلام آباد و ده ولد گرفته شده بود. و الان فکر کنید با توجه به توسعه‌هایی که در حاشیه کارفه هست و خط پیارتی که برای تغییراتی که در این صورت گرفته
چطور میشه کمک کرد تا اون وضعیت قبلی خودش رو داشته باشه. خیلی ممنون. دیگه 6 تا سوال شده، میتونیم یه دونه دیگه به 7 برسه اگه میخوایم. کسی نیست. خیلی پس باید بفرم. خیلی ممنون از توجهی داشتیم. موضوع طراحی شهری که شما اشاره فرمودید، اولا خب راست میشه. من خودم به عنوان معمار یه خودمحوریت دارم، چون دانشکده شما رو تغییر کرد. اما وقتی که بیشتر روش تاکید داشتم این بود که زمینی که ما باید ایده خودمون رو داشته باشیم، نظر خودمون رو داشته باشیم، حتی مقبول تا آخرین قطعه کن ازش دفاع کنیم و الی آخر. من در دوران کار خودم با دانشجوی دیگه که مواجه شدم متوجه شدم که من خیلی کم بودم. دانشکده مواجه شده من کم بودم. رشته‌هایی هستن بسیار فروتن و کم سرصدا، ولی اونقدر عمر دارن که اگر ما بتونیم با اونا همراهی کنیم خیلی به ما فهم دارن. به همین ترتیب بود که خب من متوجه شدم که رشته‌های دیگه که در محیط زیست، در طراحی محیط، در اقتصاد که اشاره کردن، در جامعه شناسی شده، ما از اون غافل بودیم. زمانی که ما دانشجو بودیم خیلی هم تلویزیون اخیراً چند بار نشون دادن این به اصطلاح کمیته که بچه‌ها کردن در امریکا، در برنامه‌ریزی در امریکا. ما که می‌رفتیم با دانشکده بیشتر به کالبد توجه می‌کردیم. اساتید هم به کالبد توجه می‌کردیم. کروکی ما از کالبد بود. حتی اگر یه نفر نشون دادن که از فرد کروکی کنن به حالت مسخره باش برخورد می‌کردن. به هیچ وجه اون عمری که لازم بود که استاد توجه دانشجو رو به اون جلب کنه که چگونه با این اجتماعی که داریم می‌ریم ببین به این دیوارها و غیره از چی نشد گرفته که به این صورت در آمده، ما اون رو توجه نمی‌کنیم. این شاید حالا تجربه بزرگ بود، می‌دونم که تجربه دانشکده ما بود، ولی نکته مهم این بود که 20 سال طول کشید تا بالاخره من متوجه که نه همیشه اینطور نیست و دیگرانی هستن و ما باید وقتی که با دیگران مواجه شدیم متوجه شدم که برخی از دوستان من در رشته‌هایی که الان نام بردیم شما هر پروژه‌ای که میان میگن این پروژه مثلا طراحی شهری مفهومش اینه که همه برن کنار من میخوام اینجا یه چرخی بزنم این پروژه شهرسازیه من باید اظهار نظر کنم. خب من در تمام مدت تلاش کردم که میگم هیچ پروژه‌ای هیچی نیست جز یک مجموعه‌ای از همکاری‌ها که بسیاری از پروژه‌ها رو همونطور که گفتم ایده‌اش رو خاکشناس داده به ما، ایده‌اش رو زمین‌شناس داده به ما، ایده‌اش رو یک به اصطلاح پژوهشگر اجتماعی داده به ما و بعد ما اگر که چیز بلد بودیم گرفتیم یه ذره رو پرورش دادیم.